سلام میگویم با همه نفرانی که این زمان با شبکه بهارستان و برنامه ангубинанд. این شماره نوبتی برنامه ما است که طریق تلویزیونی بهارستان از مرکز خوشی کودکان ماداگاسکار پیشکش شما میگردانیم. ما در هر برنامه میکوشیم تا شما رو با هنر و مهارت باز یک خردسالی بی‌سداد دیگر آشنا گردانیم و این تنها بهر بولید روحی شما دوستان عزیز. قهرمانی برنامه امروزمان آمینه می باشد. او هنوز 6 سال دارد ولی به این خردسالی خویش نگاه نکرده علاقه خیلی زیرک و کنجکاو است و از همسالانی خویش با کلی فرق دارد. خوب اگر شما با دیگر پهلوهای هنر و مهارت این کودک بی‌سداد آشنایی پیدا کردن خواهید پس جریان برنامه نوبتی ангубин را همراه باشید و تماشاچیان عزیز خاطررسان می‌شویم که سرپرست موزه برنامه ما مرکز دلخوشی کودکان ماداگاسکار می باشد. سلام آمینه بانو، شما را با برنامه ما خوش آمدید میگویم. السلام. آمینه شما چند ساله هستید؟ 6 ساله. خیلی خوب. در کجا زندگی میکنید؟ در شهر دوشنبه. خیلی خوب. در عائلتون چند نفرید؟ 6 نفر. 6 نفر. خوب میتوانید از آن عائله خود را برای ما نام کنید؟ بله. مرحمت. مادرم، پدرم، اپام و خودم. اصلا با شما درباره اعضای عائلتون چه میدونید؟ مثلا درباره مادر. بله. مرحمت چه خود را خوانید؟ عزیز و مهربانم کیست مادر، فروغ دیدگانم کیست مادر، زبانی مادری آموخت بر من همیشه بر زبانم کیست مادر، صفای روی آدم آفتاب است، صفای خاندانم کیست مادر. تشکر زیاد. خب درباره باز کدام از عائلتون چه میدونید؟ درباره پدرم. مرحمت آن را خوانید. اگر باست پدر غمخواری فرزند و جان و دل شود مادر فرهمند، اگر مادر بیبارد با جگربند پدر گردد ز مهر خویش خرسند. از این هر دو بقای زندگانی است، از این هر دو بهاری زندگانی است. امید مادر از فرزند بسیار که در پیری شود دلجو و غمخوار، پدر خواهد که فرزندی وفادار و تحسینی همه باشد سزاوار. از این هر دو بقای زندگانی است، از این هر دو بهاری زندگانی است. احسن با شما. ما در کجا زندگی میکنیم؟ در جمهوری تاجیکستان. پایتخت جمهوری تاجیکستان کدام شهر است؟ شهر دوشنبه. خیلی خوب. درباره شهر دوشنبه، وطن، تاجیکستان یگان شهر میدونید؟ بله. مرحمت آن رو برای تماشاچیان خوانید. وطن از جسم کوری ما زلردید، هزارم زحمت و رنج و خطر دید. اگر غمی تمانایی حسودم بالآخر نیمی جان و داد و ظفر دید. من یک سری دیگر میدانم. مرحمت آن را خوانید. زمین داری زمان داری تو امروز، جهان در جهان داری تو امروز. سرودی تو به کنج دل نهان است، فورادی و قابان به انسان است. در این ایامی که نازنینم تو را در صبح خورشیدی ببینم. در امروزی تو من آینده یابم، سمم هم پا و هم را ستابم. چون مادر بزرگ و پایداری که اول داری و آخر نداری. تشکر زیاد. احسن با شما. خب رمزهای دولتی را نمبر کرده میتوانید؟ بله. کدام هایند رمزهای دولتی ما؟ نشان، پرچم و سیبیلون بسد. خیلی خوب. پرچم ما از چند رنگ عبارت است؟ از 3 رنگ. کدام رنگ ها؟ سرخ، سفید، سبز. آفرین با شما. سرود ملی را کی نوشته است؟ سر گلنظر کلدی. آهنگی کیست؟ آهنگ سلیمان ویدکا. آفرین. می توانید یک پارچه اول آن رو برای ما خوانید؟ بله. مرحمت. دیاره. دیاری ارجمندی ما و بختی ما سری عزیزی تو بلند باد، سعادتی تو دولت تو بیگزن باد. زی دوری و زمانها رسیده ایم و زیر پرچم تو صف کسیده ایم. کسیده ام زنده باد ای وطن تاجیکستان آزادی من. برای این گمنامی ما تو از امید رفتگانی ما، نشانه ای تو بحری بارشان جهان و جاودانه
خزان نمیرسد به نوبهار تو که مزرعه وفا بود کنار تو زنده باد ای وطن تاجیکستان آزادی من تو مادری یگانه بقای تو بود بقای خاندان ما مرام تو بود مرام جسم جان ما زی تو سعادتی ابد نصیب ماست تو هستی و همه جوان حبیبی ماست زنده باد ای وطن تاجیکستان آزادی من. آفرین بر شما. خوب قهرمان ها را چی نامبر کرده میتوانید؟ صدرالدین عینی، بابا جان غفورا، شیرین ساز تیمور، امام علی رحمان، میرزا ترسزاده، نصرت مخصوص. آفرین با شما. در وصف پیشای میلاد همان یگان شعر میدونید؟ بله. مرحبا. پیشای میلاد ای رهنمای میلاد سود نقصه های نیک است صلح و صفای میلاد. بی نهایت خوب. خوب صدرالدین عینی، چونی که با ما معلوم است صدرالدین عینی سردفتر ادبیات معاصر تاجیک می باشد ها؟ بله. آیا از اشعار استاد صدرالدین عینی یگان مصرع شعر میدونید؟ بله. مرحمت خوانید. یا ای رفیقان درس خوانم و بیکاری و نادانی نمانم و عالم هر کس او بیکار گردد و جسم اهل عالم خار گردد. از میرزا ترسونزاده چی؟ بله. میدونید؟ بله. مرحمت خوانید. سیاهی هین کودکی میگست با کتی خود در خیابانی لبی بحر کبود میتوانستی که در چشمان او پی بری اسم مقصد پنهان او میدوید آن هر طرف با جستجو سوی هر یک راه گذر آورده رو آگهی میداد سیمای پیسر کامد از اینجا وی از ملک دیگر و نرزانده از خون ناف خود در همین سهر لبی بری کبود گفت معومن که افغان بچهست ساده و گمراه و نادان بچهست گفت معومن که مهمان آمده است مهمان از ملک افغان آمده است گفتم ای سیاه هندی کابلی کودک خوردی و در حکم گلی جسم خوردت را پست هندوکش که هوا داد میگردی خموس یا تو را وقتی شد رانده است بازی افغانی مگر پرانده است یا کسی گفته در هندوستان رشق انسان است نابیروان هرچی میخوای تو پیدا میکنی ناز و نعمت ها مهیا میکنی میرود در جاهای از جای آب در تمامی فسارها سیر و سراب بلکه آوردی تو هنگامی سفر جنت افسانه ای را در نظر این زمین کرده از در کنند که عالم را اسیر خیستند خب بدانم که سوی این دیار نامدی تا که جهانگیری کنی ظلمی نو بخشی و جانگیری کنی نامدی تا خونی هندو را خوری بخت بد آری و نفس صد بری آمدی تو یا بینان خیس را زنده داری خود جان خیس را گشنگی پرتاف تسبیح خیر و خوش در پس کوی بلند هندو کش ای جهانگردی جوانی کابلی کودکی خوردی و در حکم گلی هم پدر هم مادری بیکاری تو چشم بسته درای بازاری تو دل تو سیاهی هندی کابلی کودکی خوردی و در حکم گلی جسم خوردت را به پستی هندوکش که هوا داد از چه میگردی خموس یا تو را وقتی صد رانده است بازی افغانی مگر پرانده است یا کسی گفت در هندوستان رزق انسان است اون آبی روان هرچی میخوای پیدا میکنی ناز و نعمت ها مهیا میکنی میرود در جوهای جای آب در تمامی فصلها سیر و سراب بلکه آوردی تو هنگامی سفر جنت افسانه ای را در نظر این زمین کرد از در کن که عالم را اسیر خیستند خوب بدانم که سوی این دیار نامدی تا که جهانگیری کنی ظلم نو بخش و جانگیری کنی نامدی تا خونی هندو را خوری بختی بد آری و نفس صد بری آمدی تو یا بینان خیس را زنده داری خود جان خیس را
گشنگی پرتافته است به خیر و خوش در پس کوی بلند هندوکش. ای جهانگردی جوانی کابلی کودکی خوردی و در حکم گولی. هم پدر هم مادری بیکاری تو چشم بست دریای بازاری تو مثل تو سیاهی هندی کابلی خوردی نام را در جوانی من ندیدم روزی سال میشنیدم از پدر سپاهای تار مثل تو سانه های بیشمار و به من میگو در سنتی جنم کشور خوب و بشار است تو خود صورتی آن ملکه دیگر بود آبهایش نقره خاک از بود پس در هر سرگردت آفتاب یک قدی نیزه برای خاک آب. من کنون از که خودم آمدم چون وکیل خلق ازم آمدم دیدم تو را با چشم خود در خیابان لبی بری کبود میدهید با چشم پرنم میدهید پیسی پای ناکستان خم میسوی میتونی با رنگ و بار خیس و پاک موزه های بخدوزان را زیخاک پاک. ای جهانگردی جوانی کابلی کودکی خوردی و در حکم گولی. حیفم آیا در این سین و سال مانده بی بهره از فضل و کمال دوری بین خلقا من بعد و باز پای خود را سوی تو سازم درست خاک پایش را نباید پاک کرد پاک از آن باید اکنون خاک کرد. تشکر زیاد احسان و شما برای چنین شعری دراز و پرمضمون. این دوستانی سیاه هندی میرزا ترسونزاده می باشد همین طور نه؟ بله. خیلی خوب. اکنون می گفتید که یک کتاب مشهوری استاد بابا جان غفورов چی نام دارد؟ تاجیکان. کتاب تاجیکان ها؟ بله. خیلی خوب. صحبت خود را ادامه میدهیم. چون که به همه ما معلوم است در قطار قهرمان‌های جمهوری همزمان هر یک خلق و ملت قهرمان‌های خویش را دارند که برای در مبارزه ها و جنگ ها غالب برآمدن به خلق و وطن خویش کمک میرساندند و جان فدایی هم میکردند. آیا شما اگون قهرمان خلق تاجیک را نامبر کرده میتوانید؟ بله. اسماعیل سامانی. خیلی خوب. درباره اسماعیل سامانی اگون شعر میدانید؟ بله. از خون سیاووسند همه خون سیاووسند از جامه سفیدانند هر جامه نمیپوسند هم ساری اوستااند هم آتشی در دوستند ما آتشی در دوستی ناکوسته نمیکوستند. اسماعیل سامانی دیوار بخارا بود ما هموطنی او اند او هموطنی ما بود. من کو خارا ام دیواری بخارا ام دیواری بخارا ام من کو خارا ام یک طایفه از لاهور یک طایفه از توسن هم وارث و قاموسن هم وارث و ناموسن هم سحری فردوسی هم سحری اقبالن ما سیر و غزل بافی از روز ازل کردن ستاره ابریسین و سیر و غزل کردن در سیر عجم سیر است در سیر عجم سیر است انبوی قلمزار است نیزار قلم سیر است. به نهایت خوب و صحبت خود رو ادامه میدیم. اما میدونیم که چند پیش اگریگاتی اولی نیروی برقی و بیای روغون ساخته به استفاده داده شده این طور نه؟ بله. آیا شما در وصف روغون یگان شعر میدونید؟ بله. دیواره کوپینای روغون سجا نمایان از جای روغون زنجیری دیرا در پی روغون آتش سد آب در نی روغون از شام تا صبح از صبح تا شام با هم گدازم ست پخته و خام آهنگری ننگ آهنگری نام آهنگری روح استای روغون سیمای وحدت سیمای میلاد آغوشی گرم است آغوشی دولت جسمی چراغ است جسمی حقیقت نبضی زمان است مجرای روغون. می گفتید که یک سال از چند فصل عبارت است؟ از 4. فصل‌های سال را نامبر کنید.
زمستان بهار تابستان تیرما. آفرین. درباره کدام فصل سال شعر میدونید؟ درباره زمستان. مرحمت شعر خونید. زمستانی جانانه چی آوردی تویانه، کلپه‌ای بر آوردم، جامه‌ی صرف آوردم، گیله نرم آوردم، موده‌ی گرم آوردم، بالایی بر فویانه، بازی صدانه. آفرین. درباره این فصل بهار چی شعر میدونید؟ بله. بهار آمد، صدای بلبل آمد، نسیمی فارم و بوی گل آمد، لباسی سبز را صحرا به بر کرد، کلاهی سفید آلو به سر کرد. پس از باریدن باران نیسان، چه زیبایند است و کوهساران. بهار آمد، چمن گلپوش شد، دلی ما بچگان در جوش شد. دویدم به سوی باغ رفتم، همه مانند گل بالیده گفتم. درختی نو به باغ نو سیناندم، درختی سیب و در دالو رساندم. به باغ ما درخت ناب روید، اناری لار رنگ و تاب روید. همه سالی که آنها بار آرند، به ما خرسندی بسیار آرند. آفرین. این شعری کی بود؟ جزوات ترسوزاده. آفرین. تماشاچیان عزیز، خاطررسان میشویم که شما این زمان برنامه انگوبین را طریق تلویزیونی بهارستان از مرکز خوشی کودکانه ماداگاسکار تماشا کرده ایستادید. و قهرمانی برنامه امروزه ما امینه 6 ساله از شهر دوشنبه میباشد و ما صحبت خود را با امینه ادامه میدهیم. فصلهای سال را با زبان روسی نامبر کرده میتوانید؟ بله. مرحمت. زیما، وسنا، لتان، اوسن. خیلی خوب. می توانید از دیگر شاعران شعر خوانید، مثلا از شاعران کلاسیک؟ بله. آیا از سردفتر ادبیات کلاسیکی فارسی و تاجیک استاد ابو عبدالله رودک یگان شعر می‌دارید؟ بله. مرحمت شعر خوانید. بسارند بردم در آن سارسی، ادب زنده کردم بدین پارسی. نمیرم کسی من زنده ام، که تخم سخن را پراکنده ام. خیلی خوب. این سخنها در 4 مصرع شعر درباره ای شاهنامه می باشد ها؟ بله. یعنی استاد ابوالقاسم فردوسی شاهنامه را در مدت 30 سال نوشته است ها؟ بله. به نهایت خوب. باز از کی شعر میدونید؟ از سینا. یعنی از استاد ابوعلی ابن سینا ها؟ بله. آفرین. مرحمت. از قهر گلی سیاه تا عمودی جوهر، کردم همه مشکلاتی گیت لاحل. بیرون جستم زبندی هر مکروهیت، هر بنک شده مگر بندی اجل. یگان حکایه میدونید؟ بله. انوشیروان یادی به سفر برآمد، او پیرمرد یادید که چارباغ میکشت. انوشیروان باز ایستاد و گفت ای پیر، تو از دهقانی خبر نداری؟ شنیدی که درخت چارمغز بعدی 7 سال میوه خواهد داد؟ تو از این درخت چه فایده خواهی؟ پیر گفت سال دیگران کشتند و ما خوردند، ما بکارم دیگران بخورند. این جواب پیر به انوشیروان خوش آمد و گفت زنده باشی. هر وقت انوشیروان به کسی زه گویند، تحسین و آفرین نکرد. خزینه دار است 1000 اشرفی پول میداد. چون پیر پول را گرفت خندید گفت ساز ما گفتید که درخت بعدی 7 سال میوه خواهد داد. حال آنکه از شرافت عدل شما این درخت همین ساعت میوه داد. انوشیروان باز گفت خزینه دار است 1000 اشرفی دیگر داد. پیر باز گفت هر درخت سال 1 بار میوه دهد، این درخت من در یک زمان 2 بار میوه داد. انوشیروان خندان شد گفت خزینه دار است 1000 اشرفی دیگر داد و گفت پیراند این پیرک خزینه مرا خالی خواهد کرد. این حکایه به نهایت حکایه خوب بود و پرمضمون نیز هست و ما میخواستیم تا برای شما یک چند سوال ها پیشنهاد نماییم. محض از همین حکایه شما راضیید؟ بله. خوب آماده باشید. سیماهای اساسی این حکایه کی هایند؟ انوشیروان یادی و پیر باغدار. آفرین. خوب. انوشیروان عادل به کجا برآمد؟ به کجا رفتن خواست؟ به سفر. یعنی انوشیروان عادل به سفر برآمد هم؟ در سفر او کی را دید؟
در راه با کی بخورد؟ و پیرمرد. با پیرمرد بخورد. بله. پیرمرد در اون وقت چی کار میکرد؟ چرمق میکست. انوشیروان عادل به پیرمرد چی گفت؟ ای پیر، تو از دهقانی خبر نداری؟ شنیده که درخت چرمق بعدی هفته سونه بخواهد داد. بعد پیرمرد به سوال انوشیروان عادل چی جواب داد؟ سا دیگران کستند و ما خوردم، ما بیکارن دیگران میخورند. بعدا انوشیروان عادل چی کار کرد؟ به خشم اومد از گفته های پیرمرد. خزینه دار است 1000 اصرفی دیگر داد. به نهایت خوب واقعا در کجا روی داد؟ در باغ. در باغ ها؟ برای همه اون نفرانی که این زمان با ما پیوستند خاطررسان میشویم که شما برنامه انگوبین را طریق تلویزیونی بهارستان از مرکز دلخوشی کودکان ماداگاسکار تماشا کرده ایستادید و ما صحبت خود را با اشتراکچی امروز همان امینه 6 ساله ادامه میدیم. ما را همراه باشید. امینه، شما یگان چیستان میدونید؟ بله. بدین تفضیل میکنم شما چیستان را میخونید، من باشم جوابش رو میابم. میشود؟ بله. مرحمت. گفتم نرسیدن، به گفتم رسیدن. شاید لبها باشن؟ بله. بله، برای که هنگامی که ما میگوییم یعنی صداناک است و لبها به هم دیگر نمیرسند ها؟ بله. وقتی که ب میگوییم لبها میرسند و جواب این چیستان لبها میباشد. خب یگان چیستان دیگر میدونید؟ بله. مرحمت. آب در آب چی باشد؟ حوض گلاب چی باشد؟ آتش رسد یخ کند او را جهاب چی باشد؟ تماشاچیان عزیز، شاید شما نیز جوابی چیستانی امینه بانو را دانید و من میخواهم پیش از شما به این چیستان جواب گردانم. امینه بانو، جوابی چیستانی شما تخم میباشد، همینطور نه؟ بله. احسن. خب باز یگان چیستان دیگر میدونید؟ بله. مرحمت. مادر بیزاد دختره، نه سر دارد نه پایه. دختر بیزاد مادره، هم سر دارد هم پایه. به نهایت چیستانی عجایب. تماشاچیان عزیز، متاسفانه من به این چیستان جواب ندارم، زیرا این چیستان هرچند کوتاه هم باشد ولی پرمضمون است و مرکب نیز هست. امیدوارم که شما به این چیستان جواب پیدا میکنید و من میخواستم تا از امینه بانو خواهش نمایم که جوابی چیستان رو برای ما پیشنهاد نماید. مرحمت امینه بانو. مرغ، تخم، چوجه. مرغ، تخم و چوجه ها؟ یعنی مرغ هنگامی که تخم میکند تخم آن نه دست دارد نه پا و از تخم چوجه پیدا می شود ها؟ بله. آفرین. صحبت خود را ادامه میدهیم. اکنون بیاید این طور میکنیم من چیستان میگویم، شما و تماشابینان با آن جواب میابید. می شود؟ بله. در یک حوض دو خیل آب، یکی در دیگری خواب. جوابی چیستان تخم است. تماشاچیان عزیز، چنانه که شاهد گشتید امینه بانو توانست به چیستان اولین من جواب دهد و من میخواهم تا چیستان دوم را پیشکش شما و امینه بانو گردانم و از این رو همه شما با دقت باشید. یک مادر سبزینه کودکی زرین دارد، کودکش از پیش خود ریشش را میبرارد. این جوابی چیستان جواری است. جواری مکه ها؟ بله. آفرین، شما جوابی درست را پیدا نمودید. اکنون چیستان نوبتی را گوش کنید. دست و پا ندارد، دروازه میلرزاند. شمال. شمال. آفرین. تماشاچیان عزیز، باوری دارم که شما نیز به چیستان‌های من جواب پیدا نمودید و اگر جواب‌های شما درست باشند پس از این چیز ما خیلی و خیلی شاد هستیم و ما صحبت خود را با امینه بانو ادامه میدهیم. ما را همراه باشید. خب امینه بانو، گفتید که حرف چیست؟ حرف را ما میبینه و تلفظ و مینویسه. یعنی تصویر گرافیکی آواز رو حرف مینامند ها؟ بله. به نهایت خوب. در الفبای زبانی تاجیکی چند حرف موجود است؟ 35 حرف. خیلی خوب. صداناکا چند تایند؟ 6 تا. 6 تا. مرحمت آنها رو نمبر کنید. ای او اوی درست به نهایت خوب. اکنون یاد بر سرها را. یا یو یا.
4 یاد بر سر هستن؟ بله باقی مانده هم صداها می باشند. بله آفرین. تماشابینان عزیز، چنانی که خود شما دیده ایستاده در دست ما، چون برنامه‌های گذشته لوحه‌ای دارای حرف‌ها می باشد و خود شما شاهد گشتید که چطور امینه بانو صداناک و همصدا و یاد بر سرها را برای ما نامبر خوب اکنون بیایید میسنجیم که آیا او حرف‌ها را میشناسد یا اینکه نه. امینه این کدام حرف است؟ انا این چی؟ ب د د ی یا ژ ز ای دراز ل م ن او پ ر س ت ترباز خیلی خوب. او ف خ چ ایلک رو یا به نهایت خوب. تماشابینان عزیز، چون که خود شما نشاهد گشتید، امینه بانو از عهده ای دانستن حرف‌ها نیز برآمد و با خردسالان توصیه می‌دهیم تا اینکه آنها نیز حرف‌ها را از بر نموده با برنامه انگوبین آمده اشتراک کنند. خوب، ما این را در جایش می‌گذاریم و اکنون من می‌خواستم دانم که شما الفبای دیگر زبان بخصوص الفبای زبانی انگلیسی را نامبر کرده می‌توانید حرف‌هایش را؟ بله. مرحمت. A B C D E F G H I L J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z. درباره کتاب یا اینکه درباره حرف‌ها یگان شعر می‌دونید؟ بله. مرحمت شرطان را خوانید. خاکی عالم دانی دانشی آدم داری، سیری بیابان دانی اسرای کیهان دانی، کتاب مهنت آموزد درس حرمت آموزد، کتاب عقل و تمیز است چون معلم عزیز است، کتابی بسیار بخوان تکرار به تکرار بخوان، کتابتون ندوستن آن را کتاب ورق زن. به نهایت خوب. اکنون میگذاریم بر رقم ها. شما حساب کردن میتوانید؟ بله. کنی از 1 تا 10 حساب کنید. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. آفرین. با زبان روسی چی حساب کردن میتوانید؟ بله. مرحمت. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. آفرین. با زبان انگلیسی چی؟ بله. مرحمت. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. به نهایت خوب. احسن بر شما. تماشابینان عزیز، در همین جا میرسیم به فرجام برنامه امروزه انگوبین. ما اهل ایجاد برنامه اطمینان کامل داریم که در کشور ما چنین کودکان خوش‌ذوق و صاحب استعداد و مانند امینه و دیگر قهرمانان برنامه‌مان بس زیادند و اگر فرزند شما نیز شعرهای زیاد میدانند و نوابسته از خردسالی خویش یگان اثر را مطالعه نموده است و سن او تا 7 سال است، پس برنامه انگوبین معرفی‌کاری استعدادی اوست. سراغ ما شهر دوشنبه، کوچه شهر سویه، تلویزیونی بهارستان و امینه بانو این تو فایزه با شما رحمت. و تماشابینان عزیز، در همین جا با شما نیز خیر رو خوش میکنیم تا دیدار نوبتی در برنامه انگوبین. خیر.